دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده های مربوط به قضیه کتاب حوادث روزگار من آغاز کرد. خبرنگاران را به این مرافعه راه ندادند، اما با گفته آنهایی که در مرافعه شرکت کردند 3 نفر در کرسی عیبدار شوندگان دیده شدند. اینها مؤلف کتاب، مالک بیمارستان بین المللی ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده مدیر چاپخانه ارگرف می باشند. و طوری که مشاهده های ما نشان داد، امروز بعضی از مسئولان وزارت فرهنگ، اتفاق نویسندگان تاجیکستان و بعضی از نهادهای فرهنگی با عنوان شاهد برای بررسی پرونده دعوت شده بودند. راه نیافتن رسانه ها به محاکمه پرونده پرسر و صدا رسما شرح داده نشد، ولی هنوز از دیروز گفته می شد که به خبرنگاران اجازه حضور در مرافعه داده نخواهد شد. پس درهای بسته گذشتن محاکمه ها در چند سال اخیر تقریبا شیوه عمومی کار دادگاه ها می شود که به گفته برخی از کارشناسان ضد شرط های مهمی تامین عدالت دادگاهی است. چنین حالت ها باعث زیر شبهه بردن مشروعیت حکم اعلان شده نیز می گردد و همین گونه حالت ها در مجموع عدالت سودی را در تاجیکستان کمتر میکنند و باعث نگرانی و ناراحتی نه تنها عامل های داخلی اینچنین خارجی نیز می گردد. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده 7 اوگوست سال 2023 با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده بود. آخر ماه اوگوست نویسنده و ادبیاتشناس شناخته عبدالقادر رستم نیز بازداشت شد.